بینندگان گرامی السلام علیکم. با توجه شما برنامه نخستین روضه معرفت. مقصد ما از تشکیل برنامه چی است؟ اول اینکه تمام مردم عالم و از جمله مردم شریف تاجیکستان از اثر بیماری کرونا ویروس در خانه نشستند و وقتی که در خانه می نشینند مقرراً روی به شبکه‌های اجتماعی روی به اینترنت می‌آورند و ما خواستیم که همین خالیگاه را توسط برنامه روضه معرفت پر کنیم و از فرهنگ ملتی خود به جوانان معلومات دهیم. ما اساساً به جوانان تکیه میکنیم، با آن نفران تکیه میکنیم که میخواهند از فرهنگ ملی خود باخبر باشند و چون موضوع دایر به جوانان است و دایر به فرهنگ ملی است، موضوع اولین برنامه امروزی ما اظهار محبت کردن در فرهنگ مردمی تاجیک است. چگونه اظهار محبت میکردند و امروز چگونه است، در این باره در برنامه نخستین صحبت میکنیم. اینک با برنامه روضه معرفت بمانید. بینندگان گرامی، امروز در جامعه کنونی ما میبینیم که توسط تلفن موبایلی، توسط شبکه‌های اینترنت جوانان به همدیگر اظهار محبت میکنند. خب یکی را میبینیم که از خواندن یک پیامک یا یک SMS شاد میشود و یکی را میبینیم که برعکس غمگین میشود و در چهرهش حزن نمودار میگردد. اما در فرهنگ ملی ما اظهار محبت کردن، اظهار عشق کردن یک فرهنگ خاصی خودش را داشت، یک صنعت خاصی خودش را داشت. امروز اکثر وقت میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی یا که در رسم‌ها یا که در همان استیکرهایی که در وایبر هست یا در دیگر شبکه‌های اجتماعی است، رسم دل را میگذارند. یعنی رسم دل افاده کننده آن است که عشق است، یعنی دوست داشتن است، محبت است. اما این یک رسم است، تنها رسم است، یک کشیده فکری رسم است. اما در گذشته نه چندان دور هر یک تاجیک وقتی که جوانی که عاشق میشد و به دوست داشتهش به دختر اظهار عشق را میکرد، یک رمز داشت، رمزی گفتن عشق. مقرراً در زمان پیشین مثل امروزه تلفن موبایلی نبود، خب شبکه اینترنت نبود یا دیگر چی نبود. اون وقت چه کار میکرد جوان؟ چه کار میکرد جوان؟ یک تا سیب سرخ خوش روی را میگرفت. هم سیب را توجه کنید که نمودش به دل مانند است. نمود سیب همون دل است، یعنی سیب سرخ خوش روی را به دوست داشتهش، به محبوبش توسط یگان دخترچه، یگان پسرچه یا یگان دوگانش میرسونید. یعنی سیب را دادن معنای محبت دادن است، یعنی عشق را اظهار کردن است، یعنی عاشق بودنش را اظهار کردن است. و وقتی که اون دختر سیب را گرفت، این معنای قبول کردن عشق است، قبول کردن عشق جوان است. ببینید چه خیلی زیبا است، یعنی یک سیب است. نکنون اینو ببینید که برای پرورش کردن یا که انتخاب سیب جوان باید چیکار کند؟ جوان باید سیب را شناسد، جوان باید نهال سیب را شناسد و چطور مثلا رنگ سرخ بهترین را انتخاب کردن زحمت بکشد. یعنی جوان برای آنکه یک تا سیب بهترین را یابد و می آموزد چه خیلی سیب بهترین است، کدام سیب سرخ است، کدام سیب رنگش سرخ سیراب است، سیرابترینش را انتخاب میکنند. یعنی تنها برای یک عشق را گفتن، برای اظهار کردن محبتش جوان چقدر مرحله ها را اثر میگذراند. یعنی پخته میشود، دانشمند میشود، تجربه میگیرد و وقتی که دختر سیب را به دست خودش میگیرد، این معنای قبول کردن عشق جوان است. یعنی عاشق و معشوق به هم برسند. یعنی این چیز است. اکنون وقتی که جواب باید داد، یعنی
سیبی گرفت سیبم را خوردی غازش را ده. یعنی همین گونه یک مقال هم هست. اکنون وقتی که دختر سیب را گرفت و راضیگیش را راضی بودنش را به جوان باید نشان دهد. برای به جوان نشان دادن راضیگی خودش دختر چیکار میکند؟ خب با دستان خودش یک روی مالچه خوب را با آرایشات با همان شلشله پاپوک ها میدوزد و آن را به جوان میفرستاند. با همون دخترک یا با یگان دوگانش با یگان پسرچه میفرستاند و با همین مثلا اظهار محبت دوستی یعنی با همدیگر عشق ورزی کردن به وجود میاد. ببینید چه خیلی زیبا است. هم جوان و هم دختر که زحمت میکشد مهنت میکند تمامی وجودش را برای مثلا دوختن یک روی مالچه محبت صرف میکند و من گمان میکنم که از همان لایک از یک رسم کشیده مانده ای که مثلا رسم دل است آن را انتخاب میکند و یک دگمچه را پخش میکند و با همین گویا که عشقش را بیان میکند این بهتر است. یعنی مهنت میکند به دستش سوزن میگیرد دوختن را یاد میگیرد خب زیبایی را یاد میگیرد زیبا پرست میشود. از این نقطه نظر من گمان میکنم که فرهنگ ملی در اظهار محبت گفتن بهتر است. خب تماشاچیان گرامی این اولین برنامه ما است و من از شما خواهش میکنم که در شرح‌ها فکرهای خودتان را نویسید به شبکه ما ابونه شوید و خواهش میکنیم که پخش کردن زنگوله ها را از خاطر نبرارید. و چنانه که میگویند خورشید سپهری به زوال عشق است مرغ چمنی خجسته فال عشق است عشق آن نبود که همچو بلبل ناله هرگاه که بمیری و ننالی عشق است. به هر یکی شما عشق پاک را تمنا میکنم و برنامه نخستین را حسن خاتمه میبخشم. خیر در پناه خداوند بزرگ باشید.